آزادی زندانیای طالب اشاره میکنه و میگه که اراده ما نشان میده که صلح بیاید در افغانستان. میگه که با اعلام آتش بس و تامین صلح در افغانستان بیاین که خوشحالی را به تمام خانه های افغان ها ببریم. بیاین که دست برادری و دوستی به هم بتیم تا این رنج و غم ملت افغانستان به پایان برسونیم و صلح دائمی در افغانستان برقرار کنیم. حالا فارسی صحبت میکنم آقای عبدالله. صدای دکتر عبدالله را درست میشوین؟
صلح و توافق دست یابیم. بیایید امروز اجازه ندهیم تا بار دیگر فرصت از دست برود و جنگ به درازا بکشد. حرکت به طرف آینده بهتر نیازمند گذشت، اولویت دادن به صلح به جای جنگ و توافق برای بحث روی